با سلام. یکی از دلایل عمل نکردن ست کنترل یا اتوماتیک عبور ذره های ریز شن یا فلزات به داخل این محفظه است که با شستشو و پاک کردن و خارج کردن آن قطعه برنجی و مجدد بعد از نظافت مجدد نصب کردن آن جای خود، مشکل قطع و وصل شدن ست کنترل شما در صورت خراب نبودن قطعه الکترونیکی برطرف می‌گردد. با تشکر.